بله تو جوانی زیبا پسری حسنی جمالی لعنتی قمری بنت تراکتوریست را بزنی قبول میکنی یا نه؟ میکروفونته؟ بته جان ای جمال قبولش میکنی یا نمیکنی؟ نه بچه تا هفت چی؟ چی کار بکنی؟ جمال جانی ما بیا یک مچکت کنم. ای دختر چه مچکش داری؟ قبولت نکرد؟ نکرد؟ مرا قبول نکرد؟ قبولت نکرد. ات خودت کی با قیسنگلی مرا قبول نمیکنی؟ یا بیا اون نه کی تو برای بود. ای مطلب خودم با زدگی. جمال بس کن جای نکنید بچه ها. جمال بگی دست چای کردنی ما اکنون بس است همه به خانه هایشان رود. زود باشید روید زود زود زود. ای خدا جان این چی روزی سیاه بود که به سری ما آمده؟ زود روید میگویم زودتر دب شوید. خاله سلطان تپاچه تپارتو با یگان بالا صادر نکنی. بسیار گپ نزن حسنی، تو در اینجا میمونی. اول یوسف با آیلش میرود. زود روید میگویم. ای برادر بس است شرامه رو کشیده شده یا؟ رفتم؟ نیازه من اون دختر شهری رو دیدم میگویم او در اون جست برمیگردم. ای کمپیر تو رو میپراند نمیفهمی آخر تو رو میکشن بعد دیگر آن دختری شهری رو دیدن نمیتوانی. رفتیم جمال دم نگی نکن. رفتیم نه ما با یگانجا نمیرم. این توی ما است. داماد از اینجا رفت. او راست میگوید. حالا که شرمنده نشده ایم بیاید به خونه میرویم. رفتیم یگان جا نمیریم. جمال میآید جوابی کارای کردگیش میته. پروانه که یوسف حالی به اسم خودم قبری او حیوانه میکنم. خیر میلشی خیلی باشه ما میریم. نیکی بچه ده بگو کارای کردگی بچه تای پتی که بینیش میبرو. ما حاضر گفتم کو من خودم حسابشا میرم. تمام گپ کشال نتین. شما توی مرا ویران کرده. خاله سلطان ما هم رفتیم. با تو گفتم نرو. در اینجا انتظار شو. من اول اونها روند وگرنه در رو باز جنگ می شود. چی نگاه داری؟ چی؟ هیچی نگاه ندارم. پدر آروم شوید. من شوهر دارم. در خانه مرا انتظار است. روید از اینجا. روید. خاله سلطان یگان کسی نپرید بالا. سلام علیکم دختری خولا. با فکرم تو از این جایها نیستی. چی کار میکنی؟ کی رو میکوبی؟ جنابی نیازی رو میکوبم. کدام نیازی رو؟ او در اینجا رئیس بود است. جنابی مختار نیازی. رئیس رو میگویی؟ در محله ما چند تا نیازی هست. او رو چی کار میکنی؟ من از شهر آمدم. نامم فاطمه گل. او به من در مکتوب نوشته شده است که باید به اینجا آیم. برای این آمدم. آنا همون تو هستی؟ بیا این چی است؟ تورتنه کس اهمیت ندی. بیا رو گفت اکنون در اینجا بنشین. بیا مرحمت چینید. از افتش ترسیده اید برای تو آب میارم. بده کمتر. از تورتنک میترسید؟ حاضر نیازی رو گرفته به اینجا میارم. حاضر؟ حاضر میایم. حال شما بسازید. حال ما با شما نشان میدیم. گوش کنید مرا. یگان تتانه نمیبخشم.
روتسیای از نی بینیامین توی مرا تو ویران کردی. من چیکار کردم؟ برای چی جمال زدی؟ دختر تو ندیدی اون مرا چیکار زد؟ میرم از جمال حقارت نکن. افتخ تبین. ای دختر تو چی گفتی استایون؟ داماد قبولت نکرد کور بدی یا کرد؟ یک بار او را نپرسیدید که چه با قبولم نکرد. ممکن سراسیمه شد. بینیامین در او را زد. قمری تو دیوانه ای؟ جمال تو را شرمنده کرد باز هم پشتی او را میگیری. در او خانه فتحت را برای بیزار کردی. حالی شما بستید. نوری با خود شما دیگه خیلی گم میزنم. از حرفای من نیایید. گم شوید. کمک میکنم. ای نیازی باور میکنی وای دختر آمده است هم در عرفه توی این اشاره است. آین را بین بازم اشاره میگوید. چه خیلی اشاره. آن دختر به سر تو بلا آورد. این خیلی گپ نزن. آی شما در اینجا نبیره خالای سلطان آمده است. نبیرش؟ او کی است؟ همان دختری که جمال در تویش او را دیده از گپ زدن. خیر تو برای او مکتوب نوشته بودی که او جمال برد. بعد نبیره خالای سلطان است از شهر به اینجا آمده است. آی خدا جانت را نگیرد این همان بوده است. با تو گفته بودم که این اشاره است. ای جمال تو به کجا میروی؟ چه خیلی به کجا نزدی دختر؟ این ناممکن است. ممکن است من میروم. به این همان دختر ترسیده است. ایستا من باید میگم نرو. بروم. جمال 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 چی کار کردی؟ رزیل چی کار کردی؟ چی کار کردم پدر؟ با قمری خاندار شدن نمیخواهم گفته بودم. همچون یک انسان آزاد نگفتم. انسانی آزاد؟ همین خیلی میکنم که شمی آزادی میشوی. تو در ده جنگ جنجال برپا کردنی. ای پدر شما برای 50 گاو فرما شده همین کار رو کردید. بدبخت این سرما بیرونک که حوض دمیج کلتا میکنم. حسنی من خودم با او گپ میزنم. جمال زود تو به خانه در را. هلال تو برای پدرت آب بیار به خود آید. من با جمال خودم گپ میزنم. گم شو. اگه دستت هم گم شو. بیبی ها بیبی شما خاله سلطان. توف بر تو مردک جان باز دوست داشتت را آوردی. آخر چه خیلی دوست داشته خاله سلطان. این نبیرتان است. نبیرم هوا دخترم زیبای من اینجا بیا اینجا دخترم بیا خوشم راو شرم نکن. بیا دخترم بیا نترس عزیزم زیبایکی بیبی اینقدر خراب بوده ای بشین دخترم در این کرسی چی مرحمت تو مگر یگان چیز نمیخوری جانی بیبی من با تو یگان چیز میارم بخور اینقدر تو خراب بوده ای حاضر برای تو یگان چیز میارم بخور او به سوی آدمان آتش کشید. در میدان چی کارهایی که نکرد. این زن بیمار است. نه جانم بیبیت بیمار نیست. بس خاطرش گم شده باز پیدا می شود. اما در میدان کاری خوب کرد. اگر در دهه توی را رد کنن این یگان جایی وایمش نیست. نرمال است یعنی. اگر بینیم خالای سلطان بسیار کاری خوب کردن. خدا نگاه دارد اگر اون نمی بود در آنجا کشتار سر زدنش ممکن بود. کشتار؟ های خدایا من کشتار گفتم. یعنی جانم در آمد گپ گفتم. در جای ما تنها به یکدیگر داد میزنند عصب یکدیگر رو خراب میکنند و خلاص. مردک جان به من یاردم نمیکنی مگر من میگیرم. شما گذشته شینید. در اینجا گذار به خدا که گرسنه نیستم رحم. میگیر زیبا یکم دهانت را کشا تو بسیار خراب بوده ای. به خدا که گرسنه نیستم لطفا نمیخورم لطفا. کشا بگز بشورتر بگز دخترم دهانت را کشا گفتم کشا خب آنمیتا تمام باشه. اشتهای تامیجی تو هم بخور مردک جان. علف قطیه با کبودی چه خیلی که دوست میداری. خیلی بالازد بوده است. ای صدیق چیکار کردی جمال؟ نیازی کجا گم شد؟ آن دختر رو با خانه خالای سلطان برد. ها فهمم. ای جمال ها نرو اون طرف که تو رو میکشند. بگذار کشند اگر نکشند آدم نیستند. اگر یگان خواهش آرزو یا اینکه یگان چیز خواستید بملال مرا پرسیدن میتوانید. تشکر همینش بس است. خوش آمدید. جمال این چی کاری بود که کردی؟ ها؟ نیه گفته دختر را شرمنده کردی؟ چی کار کنم خاله سلطان؟
مجبورا زندگی کرده نمی شود. مجبورا نمی شود. نه به خدا نمی شود. پیش از تویت فکر میکردی نمی شد؟ خاله سلطان، بعضا این خیلی حادثه ها می شوند. در تمام حیاتم این باری اول است که من به خواست دلم کار کردم. باور کنید. دلت به تو چیزی گفت؟ ها به خدا که گفته. دلت چی گفت؟ گفت که صاحبم تو قمری رو نه بلکه دیگری رو دوست می‌داری. گویا که او به تو همین خیل گفت. به خدا که چونین گفته. قمری رو دوست نمی‌داری؟ نه نمی‌دارم. پس کی رو دوست می‌داری؟ خاله سلطان آخر در پیش مهمان این را گفته می‌شود. تو چرا میخندی؟ هیچ میخندم. باز خندیدن میخواهم میگویدی حیات دختر رو سوزاندی میدانی؟ دختری را که با تو خانه دار میشد همین خیل گرفتی و پرتفتی. من اینجا دیگر ایستاده نمیخواهم. همه جا خیانت است. خیلی دهانی بوگی. بوی ناس است، اهمیت نده. بوی ناس نه چیسناک. با فکر من تقاطع دختر یک جا نمیشوید جورا. نمیشوید. هیچ نمیشود. یگو مایده کمی هم نمیشود. در اصل کم ترک میشود و اما کم ترک چی؟ جورا جونی ما که باشی همون دختر در نصیبت باشه از آن خودت میشه. چی گفتی؟ بله. اگر در نصیبت نباشه با درونی از آن تو نمیشه. نه خدا. خطا بلرزان. چی؟ بیدی آخر چی دیدم؟ پول بازر. او خوشبو چی گفت؟ گفت که همان دختر اگر در نصیبی تو باشد حتما از تو می شود. چی؟ اگر در نصیبت نباشد نمی شود. ای روید شمایی مجبور کردید که پولهایم را دیم. برای 400 مرد جمال. شبی خوش جمال. لیکن به بیبیم هیچ مانندی ندارد. تو نمیرسیدی. چی میخواهی؟ به تو چی لازم است؟ گل از صبح به تو زنگ میزنم جواب نمیدی. خواتیر شدم. جواب نمیدیم برایم خواتیر نشه. در منقوی تو که تا خطاگی کنه گل. با پامیری گفتم که من خیانت نکردم. اگر توجیکی رو نفهمی. سفر من همش رو با چشم خودم دیدم. چرا دیدی؟ ها؟ چرا دیدی فاطمه گل؟ مثل کودک و گپ نزن فاطمه گل. در مچست من پگاه به افریقا میروم. بدون تو را از دست دادن نمیخواهم. تو مفهم فاطمه گل. در اصل تو به من ارزنده نیستی. برای همین به افریقا رفته ایستاده. به کجا میروی رفتن گیر. از آن هم دور طرف نبودن. تو در کجا هستی؟ ها؟ با اپات هستی؟ من میآیم با اپات هستی؟ نه. پس تو کنده. به تو چی؟ بسیار راهی دور رفتم فهمیدی؟ هم از تو هم از استانبول خیلی دور رفتم میفهمی؟ برای همین کجای میخواهی بیرم. مرا فراموش کن. گل سی دخترم صبح بخیر. خاله سلطان به شما چی شده است؟ شکری خدا که تو هم خنده میکرده ای. خودم را برای تو زیبا کردم. آخر کسمتیک را تو برایم فرستادی. بله درست. بیا بشین. برایت خوراک آماده کردم. خنک نشده بخور. خاله سلطان از شما یک چیز را پرسیدن میخواهم. پرس کنی. نامی بابایم چی بود؟ تو نامی بابایت را نمیدونی؟ نه نمیدونم. یعنی با ما بابایت همیشه میگفتند. اگر تو بگویی؟ نه نمیگویم. چرا؟ من نامی آن حیوان را کی شد که فراموش کردم و به یاد آوردن هم نمیخواهم. این را بیما. من رفته برای تو چای میارم. تو خوردم بگیر. حاضر
این طرف باشن من پیامک می نویسم. نترس دخترم، او با تو چیزی نمیکند. نمیگذد. خواطر نشو دختری زیبایم، هیچ چیز نمیکند. او سگ خوب است، سگ خوب. ایستید. چی کار کرده شما؟ پلاشیتم رو شکستید. ابو این رو بینه چی کار کردید؟ ها، صبح خیر پدر. صبح خیر دخترم. نوری؟ ها. قمری در کجایی؟ او حالو هم خوب است. برای بخیزانش گپش دارم. مایلش پدر. تیز که؟ حاضر میخیزونم. قمری. این دختر کجا شد؟ تلفنش هم در همین جاست. قمری او در اینجا هم نیست. اوچه پدر چه گرفتی؟ پدر جان قمری نیست. چه نیست. تمام خانه رو دیدم در یگان جا نیست. او کجا گم شده است؟ یک بار زنگش بزن. پدر او تلفنش رو نگرفته است. تلفنش در حجره‌اش است. نه با فکرم او خودش رو دور کشیده است. دم تبگی ای بود خیلی گپای. خاموش، هیچ خیلی گپ است. پس او در کجا است؟ وای خودش رو یگان کار نکرده باشد. یکی خودش رو کشته باشد. ای باید کنین با ایمان نکنین. خیزین بریم کویمش. بریم بکویمش. ای حیوان سخت نشک رسکش میخزه اوزی. دیگه چی خیلی بشو موخی خیلی میشیان ماشینا. یه برگم شه اول سریخته بشو بوکدسته. یزنه. ای بنیامین. لبای. قمری را ندیدی؟ بخنو ندیدم. چی گپ شد؟ تینجیه؟ ای قمری به همین طرف نگذشت. چند قشی دمیجه ای؟ 1 ساعت و 10 minut شده نکی او را ندیدم. او بر وقت در گریخته است. او دین شاو توی دو شخ سر پیش کی میگریزه میروه؟ او از خانه گریخته است. از خانه. تمام بس اینجا ایستادن بیفایده ای. همه تو تیچین. این بدبخت باید پیدا کنیم. تیز کنیم. زود باشه. رفتیم بنیامین کوبیم. حالی ماشینا بوشم داغ میزنم. برای تو میام. من خواهرم گم شده است میگویم و ماشین میگوید. رفتیم. بس قرار بس میرم. ای بدبخت شروع بشو بو نخراشی. مایلی از نه. جمال ها قمری تو در اینجا چیکار میکنی؟ ترا انتظار بودم. مرا انتظاری؟ ها جمال سر شد. بس کنه دختر. چی شد چرا میگیری؟ تمام رو در اونجا شین. آرام شو. شین و من گوی کنی چی شد؟ انیسا تو با کجا رفتی ایستاده ای؟ با تو چی؟ باز چی شد؟ چی میشود جلو؟ چی؟ اکا دپم رو دیدی چی کار کرد؟ اپای تو رو من قبول نکردم مگر تو چرا از من رنجیده ایستاده ای؟ برای چی اکاد نگفت؟ نمیدونم. دینه برای این کارش در خونه جنگ و جنجال بود. ابو ها اگر پدرم رو نمیقبیدم اکم میکشید. پدرت رو نمیقبیدی میموندی میزد. تو کجا رفتی ایستاده ای؟ اپای قمری از خونه گریخته است. راست میگویی؟ ما او رو میکوبیم. پس من به تو یاری میدهم انیسا. باغی زردالو را دیدی؟ نه. این خیلی باشد اول آنجا رو میبینیم. ای انیسا انیق در باغی زردالو رفتیم اون را میکوبیم. درست میگویی رفتیم. این رو بگیر. چیکار کردی؟ سبک شدی؟ جمال اوی بسیارم داده. برای همین خدمت قپیده نتونستم. ها این چی حال و احوال است؟ بند ازار من نمیبندی؟ قمریه بندی ایزارت رو بسته نمیتوانی با شوهر کردن میخواهی تو. اگر یکون کس بیند عیب میشود. ای پدرم اومد جمال بگی دسته. سده ایجا چکا کردی تا یا؟ پدر یادت میزنم نمیری. اما که یوسف چرا مرا کشتن میخواهید؟ من چیکار کردم؟ مرا خطا نفهمید. ایزاری دختر ما چی بکشیدی؟ چیکار شدی؟ من با دخترتون چیکار میکردم باید؟ اگر یکون کار کردن میخواستم دیروز در نیکا بله گفته و با دل پر التماس اما که یوسف مرا خطا نفهمید. بند ایزارش کنده بود. قمری ما همه تو را گفتیم تو در اینجا قبری پدرت میکنی. پدر گفتم بیام جمال پرسم انیق راضی نیست. ها اما که یوسف از من پرسیدم و من باری هم با کسی دروغ نگفتم.
جمال راست میگه قمری؟ ها پدر